درود، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. خوش اومدید به اولین ویدیوی ورزشی کانال یوتیوب من. امیدوارم که این ویدیو بتونه بهتون کمک بکنه که کمی توی خونه ورزش بکنید. خب من یه سری توضیحاتی رو بهتون بگم. توی این سبک ویدیوها من معمولاً بچه‌ها رو به دو گروه تقسیم می‌کنم. گروه اول افرادی که آسیب جسمانی و محدودیتی ندارن. گروه دوم افرادی هستن که آسیب جسمانی دارن. بنابراین پس اگر حرکتی رو بهتون گفتم که گروه دو به این حالت بره، بدونید که شامل کدوم دسته از بچه‌ها میشید و حرکت رو طبق همون انجام بدید. یعنی اگر آسیب دیده هستید طبق گروه دو و اگر آسیب دیده نیستید و محدودیتی ندارین طبق همون گروه یک انجام بدین. و من معمولا حرکات رو به دو قسمت تقسیم میکنم. قسمت اولش رو با گروه یک میرم، ادامهش رو با گروه دو میرم که به هر دو گروه نشون بدم. پس بنابراین شما اگر جزء گروه یک یا گروه دو هستید، از همون اول حرکات رو با همون گروه شروع بکنید. خب توضیحات رو بدم. حرکت اول با اسکوات هست. اصلا اون چیز وحشتناکی که همه تصورش میکنن اسکوات نیست. اسکوات حرکتیه که هزاران بار در طول روز داریم انجامش میدیم. بنابراین حتی اگرم آسیب داریم باید بتونید که بشینید، بلند شید، روی صندلی، رو سرویس بهداشتید، توی ماشین، روی تخت بخواید بخوابید، یه دفعه خودتون رو که نمیندازید. بنابراین اسکوات حرکتی نیستش که بخوای حذفش کنید، فقط اجراش مهمه. شکم منقبضه، کف پا کامل روی زمینه، پنجه پا رو میتونید یه مقدار به سمت طرفین بدید. گروه دو، پشتتون یه صندلی میذارید، انگار که میخواین روی صندلی بشینید. اگر واقعا خیلی براتون سخت هست، میتونید یک بندی رو یک تکیهگاه بسیار محکم و سیف و امنی وصل کنید مثل تیاریکس. توی خونه میتونید چادر، شال یا بند محکمی رو پشت در گره بزنید، نگه دارید و سعی بکنید که روی صندلی بشینید و بلند شید. زانوها باید به سمت طرفین باشه، شکم منقبض باشه، بالا عمل بازدم رو داشته باشیم. برای اونایی که حالا سطح متوسطی هستن میتونن دست رو پشت سر بذارن یا در روبرو نگه دارن و همین اسکوات رو عمیق انجام بدن. بچه‌های گروه یک میتونین دست رو در راستای بدن نگه دارین، شکم منقبض، نگاه روبرو، سرشونه عقب و صاف بشینید و به سمت بالا بیاین. خیلی مهمه که موبیلیتی و فلکسیبیلیتی شما خوب باشه. مچ پا، لگن، قسمت ساق پا، حالا توی این مقوله توی این ویدیو وارد نشیم. اگر موبیلیتی و فلکسیبیلیتیتون خوب باشه، هیچ چرخشی تو قسمت لگنی ندارید و کامل میتونید بشینید پایین و تو همین راستا کامل بیاین به سمت بالا. حرکت بعدی حرکت لانج هست. برای گروه دو به صورت لانج معمولی و گروه یک لانج معکوس انجام میدیم. گروه دو سعی بکنید از یه تکیهگاهی نگه داریم، پای جلو کاملا روی زمین هست، روی پنجه یا پاشنه نمیره، پای عقب پنجه پا به سمت جلو باشه، به سمت طرفین نذارین، شکم کاملا منقبض، سرشونه عقب، نگاه به روبرو، خیلی کوتاه میشینیم، میایم بالا، بازدم. از تکیهگاه دارید کوتاه میشینید، بالا، بازدم. گروه یک دست رو میتونید اینجا بگیرید، میتونید صاف بگیرید، میتونید به کمر بگیرید، هر طوری که راحت هستی. پا به سمت عقب و میایم بالا. نکته: اگر میخواید باسنتون درگیر بشه، بالاتنه با حفظ راستای ستون فقرات به سمت جلو متمایل میشه و زانو و مچ پا در یک راستا میاد بالا، یعنی زانوتون جلو نزنه. اگر میخواید چهار سر روم باشه، باید بالاتنه صاف باشه، یعنی این تمایل به جلو رو نداشته باشه و بالا عمل بازدم رو داریم. حرکت بعدی پوشاپ هست، حرکاتی که به حالت پلنک در واقع هست. هرچی از سطح زمین فاصلش بیشتر باشه حرکت آسونتر میشه. بنابراین پلنک رو از گروه یک تا آسون ترین که روی دیوار هست نشون میدم. قوانین تو همش یکیه. دست هر چقدر به تنه نزدیکتر باشه حرکت سخت‌تره. از زاویه 45 میاد به سمت بدن سخت‌تر میشه.
راستای ستون فقراتی یعنی چی؟ یعنی بدن کاملا توی یک راستا باشه. شما در هر حالتی انجام میدید نباید این شکلی برید. بدن در یک راستا. میای پایین، بالا. زانوتو میخوای روی زمین بذاری، تنه را ببینید در یک راستا. میای پایین، بالا بازدم. ارتفاع رو میخوای بیشتر کنی که آسون تر بشه که میشه گروه دو. بدن در یک راستا. آسون ترین حالت روی دیوار، بدن در یک راستا. این بسیار بسیار نکته مهمیه. همچنین آرنج به سمت طرفین نره، سرشونه به سمت گوش نیاد، قوز نکنیم، اینطوری گردنمون رو منقبض نکنیم. تو همه گروه ها صدق میکنه. حرکت بعدی برای گروه 2 شکم منقبضه. میتونید روی یک نیمکتی بشینید، تنه رو به سمت جلو متمایل میکنید، دست به سمت طرفین میاد بالا، طرفین میاد بالا. میتونید باسن رو به یه تکیه‌گاهی تکیه بدین، راستای ستون فقراتی حفظ میشه به سمت بالا. ببین وقتی داریم از راستای ستون فقراتی حرف میزنیم یعنی این. بچه‌های گروه 1 میتونید روی زمین به شکم بخوابید، دست به سمت طرفین بالا و در بالا عمل بازدم رو انجام میدیم. حرکت بعدی برای بچه‌های گروه 1 2 یکی هست و از اینجا به بعد میریم بیشتر روی حرکات کور، حرکاتی که دیگه همه میدونن چقدر برای من مهم هستن. به پشت میخوابیم، گودی کمر پر هست. ببین استخون لگن رو میگیری میاری بالا، گودی کمر پر میشه، زانوها طرفه، شکم منقبض، سر کاملا آزاد و به سمت بالا میایم. میزان بالا اومدن لگن در حدیه که زانو با تنه کامل توی یک راستا باشه. حرکت بعد ما به صورت ددباگ انجام میدیم. گروه 1 زانوها تو راستای لگن، یک دست رو به یک پا دارن به هم فشار وارد میکنن، نیرو وارد میکنن، یعنی پات نباید جمع شه، باید زانو تو راستای لگن، دست و پا به هم نیرو وارد میکنن. این یکی پا صاف میاد پایین، در عین حال گودی کمر پر هست و عمل بازدم رو داریم. وقتی پا میاد پایین. گروه 2 همینی، دست بالا هست، اگر تسلطش رو داری دست و پای مخالف صاف میشه، عمل بازدم رو داری. اگر نداری فقط پا صاف میشه، عمل بازدم. اگر این رو هم برات سخته و نمیتونی، پنجه پا به سمت پایین میاد و عمل بازدم. در هر کدوم از این مدل ها گودی کمر کاملا پر هست و شکم منقبض هست. حرکت بعدی 4 دست و پا روی زمین قرار میگیریم، شکم منقبض هست، گودی کمر به این حالت نیست، دوباره کاملا پر هست، زانو در راستای لگن، مچ دست در راستای سرشونه، دست و پای مخالف در راستای تنه در حدی آروم صاف میشه که اگر یک لیوان روی کمر شما گذاشته بشه اون لیوان نباید بیفته و شکم کاملا منقبض، دست و پا صاف میشه و عمل بازدم رو داریم. بریم که یک ورزش خوبی رو داشته باشیم. میریم که برای شروع گرم بکنیم. گرم کردن مبحث خیلی مهمیه و شما حتما باید قبل از ورزش گرم بکنید. این بسیار بسیار موضوع مهمیه. و موضوع مهم دیگه این که وسایل هوازی مثل تردمیل، الیپتیکال و هر وسیله دیگه‌ای گرم کردن به حساب نمیاد. برای استفاده از این هر وسیله ها هم شما حتما باید اول گرم بکنید. پس این موضوع خیلی مهمیه. بخشی از آسیب هایی که افراد میگیرن اینه که گرم نکرده شروع میکنن به
ورزش کردن. خیلی خوب. روبروی من بایستید، سر رو به سمت طرفین خیلی آروم بیارید. خوبه. دم و بازدم داشته باشید. شونه ها آزاد. 4 5 و 6. خوبه. دست به سمت طرفین. 1 2 3 4 5 6. آرنج رو به رو به هم برسه. 1 اینجا بازدم. 2 3 4 5 6. همین حالت به سمت بالا. 1 2 3 4 5 6. خودتون رو بغل کنید، به سمت طرفین بچرخید. 3 دور راست به چپ، 3 دور چپ به راست. خوبه. 1 دم و بازدم حالت عادی داشته باشید. 2 3. خوبه. برعکس. 1 2 3. گروه 2 همین صاف وایسید. اگر نمیتونین 4 دست و پا، دست رو روی زانو بزنید، کمر رو به سمت داخل و بیرون. گروه 1 کامل 4 دست و پا روی زمین، کمر به سمت داخل و بیرون. اونایی که میتونین حتی میتونین نه این برای بعدیه. بریم. 1 2 3 4 5. حرکت بعد گروه 1 همین پایین، دست پشت سر به سمت داخل یا بیرون، یا اونایی که میتونین پا به سمت جلو، دست داخل بچرخید بیایید بالا. گروه 2 همین بالا، دست پشت سر داخل بیرون. 5 تکرار هر طرف. بیا. 1 2 3 4 5. سمت بعدی. 1 2 3 4 5. عالی. هر دو گروه روی زمین بشینید به این حالت، یعنی کمر کاملا صاف، اینجوری نباشید. اونایی که احساس درد دارید زیر باسن یه مقدار کوسن یا حوله یا یه چیزی بزنید. دست رو بذارین قسمت پشت کمر، پا به سمت داخل و بیرون بیاد. یکی در میون. عمل بازدم رو داریم و شروع. 1 2. اگر نمیتونی پا رو کامل بیارین کوتاه. 3 4 5 6. میتونی کوتاه بیار. 7. خوبه. 8 9 10. عالی. بلند شیم. از یه تکیه گاه کمک بگیریم. پا به سمت بالا، طرفین، طرفین داخل. 5 تکرار. 1 2 3 4 5. همین پا صاف به سمت جلو عقب. 1 2 3 4 5. همین پا به سمت داخل بیرون. 1 2 3 4
5 سمت بعدی 1 2 3 4 5 عالی جلو عقب 1 2 3 4 5 داخل بیرون 1 2 3 4 5 عالی خیلی خب آماده ایم؟ خیلی خوبه 10 تکرار انجام میدیم و گروه 1 دست به سمت بالا هست، گروه 2 میتونی دست به کمر یا از یه تکیهگاه امن بگیری. آماده شروع. شکم منقبض بالا بازدم 1 2 3 4 5 گروه 2 کوتاه هستی 6 صندلی پشت هست گروه 2 7 8 9 10 عالی. میریم برای لانج معکوس یا برای گروه 2 لانج معمولی. یه پا رو با گروه 1 میرم، یه پا رو با گروه 2. آماده شروع 1 2 3 بالا بازدم 4 شکم کامل منقبض 5 6 7 8 9 خوبه 10 عوض کنیم سمت بعدی با گروه 2 میرم و شروع 1 آروم و با تمرکز 2 خوبه 3 4 5 6 خیلی خوبه 7 شکم ول نکن بازدم بالای 8 9 10 عالی خیلی خوبه. بریم برای پوشاپ. اونایی که گروه 1 هستین روی زمین، بقیه میتونید ارتفاع رو بیشتر کنید و آماده شروع 1 2 3 میتونی زانو رو بذاری زمین 4 5 6 میتونی ارتفاع رو بیشتر کنی 7 8 9 10 عالی. گروه 2 همینطور ایستاده یا رو صندلی یا باسن به دیوار، دست میاد بالا طرف بالا طرف. گروه 1 به شکم بخواب. آماده 5 تا اینو میرم 5 تا اون. شروع 1 2 گروه 2 قوز نداریم ما 3 4 5 6 7 8 9 10 عالی. به پشت برگردیم. گودی کمر پر هست. کلیپس کش مو هرچی از باز کنی به گردن فشار نیاد. گودی کمر یه بار دیگه از استخوان لگن بگی. آفرین. شکم منقبض زانوها طرفه. بیا 1 بالای مکس باسن منقبض میای پایین کمر رو کامل رو زمین نذار 2 خوبه تا نزدیکی زمین بالا بازدم 3 سخته تا از مت زیر کمک بگی 4 گروه 1 دست آزاد باشه
6 بالا مکس، باسم منقبض، بازدم. 7 8 9 10. عالی. بریم برای حرکت بعد. گروه 1 دستت به این پا 5 تا، اون پا 5 تا. گروه 2 یکی در میون میری، 10 تکرار. شروع. 1 2 پایین بازدم با مکس. 3 4 5 گروه 2 به این حالت. 6 7 نمیتونی پنجه پا رو بیار پایین. 8 9 10. عالی. خیلی خوبه. برگردیم 4 دست و پا و زانو تو راستای لگن، بدن کاملا در یک راستا، آرنج و سرشونه تا مچ در یک راستا. شروع. خیلی آروم. 1 2 پا و دست در راستای تنه، آروم با تمرکز. 3 لیوان رو کمر نباید بیفته، لیوان فرضی. 4 آفرین. 5 دست و پا صاف میشه، بازدم، شکم رو ول نکنی. 6 7 عالی. 8 خوبه. 9 10. خیلی خوبه. عالی. توی این مرحله اگر میخواید که درگیری بیشتر باشه، بیشتر ادامه بدید، میتونید 1 دقیقه الی 2 دقیقه استراحت کنید و بزنید عقب. دوباره این ست رو انجام بدید تا 3 ست 4 ست میتونید انجام بدید. بین هر ست هم 1 دقیقه 2 دقیقه استراحت بکنید. بعد برید که سرد بکنید. هر طوری که خودتون توان بدنیتون میکشه میتونید این کار رو، این تکرار رو تا 3 الی 4 ست داشته باشید. بعد از اون میریم سرد میکنیم و الان میریم که جشن ورزش رو داشته باشیم. من به سرد کردن میگم جشن ورزش. خیلی خب. معمولا هم تو جشن ورزش من کفشامو در میارم که قشنگ ریلکس، آزاد، قشنگ کیف کنیم. جشن دیگه، اومدیم تو جشن کیف کنیم. این وقتی که برای خودمون اختصاص دادیم رو در آخر جشن بگیریم. فراموش نکنید که ورزش تنها چیزیه که شما فقط و فقط برای خودتون انجام میدید. دست رو به هم قفل کنید، پنجه پا به سمت پایین، دست به سمت بالا، دم و با یه بازدم آزاد. خوبه. دم عالی. پاها رو بکشید توی شکم، خودتون رو بغل کنید اینطوری، یه مقدار به سمت طرفه، با یه بازدم کامل خودتون رو ریلکس. آخیش یه مقدار به این حالت میتونید به سمت طرفین بیاین. خیلی خوبه. عالی. یک دستتون رو بندازین دور زانو، به سمت طرفین پا رو بچرخونین، یک مکسی باشه.
یه دایره بزنید، دوباره پا رو بیارید داخل شکم. دوباره همین کار، طرفین یه مکس. عالی. بیارید داخل. خیلی خوبه. دوباره. به. ریلکس باش، منقبض نباش. آفرین. این همه منقبض بودی کجا رو گرفتی فدات شم؟ شل کن رها. آفرین. یه پا رو کامل اینطوری بنداز رو اون یکی پا، بکش داخل شکم. با یه بازدم و یه آخیش گفتن کاملا ریلکس شد. خوبه. عالی. مچ پا رو به این حالت بندازید دوباره رو پا و بکشید داخل. گردن آزاد. خوبه. خیلی خوب. پای بعدی. میتونید مدت زمان کشسانی رو هم خیلی بیشتر کنید، خیلی هم بهتر هست. تو هر کشسانی بین 30 ثانیه بتونید بمونید و هر جلسه مدت زمان کشسانی رو بیشتر بکنید. خیلی هم عالیه. مچ پا. عالی. حالا دو تا پا رو بکشید داخل به سمت طرف اینجوری. نبینم کسی پاش این شکلی باشه ها. کف پا انگار به سمت سقف هست. قشنگ تو قسمت پشت پا باسن بخش یک مقدار در قسمت کمری احساس کشسانی داری. سر آزاد. آفرین. خیلی هم خوب. بچه های گروه 1 روی 2 زانو قرار بگیرید. آرنج رو روی زمین بذارید. بدن کاملا صاف. دست رو بذارید روی سرشونه. بیاین به سمت عقب به این حالت. بمونید. بچه های گروه 1 همونجوری بمونید. گروه 2 در ارتفاع دست رو بذارید به یه تکیهگاه. بیاین پایین. اگر احساس درد تو قسمت سرشونه کردید یه مقدار بالاتر بیاین، یا اصلا اگر نمیتونید این حرکت رو انجام ندین اگر احساس درد داره. خوبه. هر کی تو هر گروهی که هست، اونایی که رو زمینین دست رو صاف کنین به سمت طرفین، اونایی هم که اینطوری در ارتفاع این دست رو باز به سمت طرفین. در طرفین عمل بازدم رو داشته باشه. عوض کنید سمت بعدی. عالی. بلند شین بایستی. خوبه. دست به سمت طرفین. خوبه. پشت سر اینجا خم نکنید. نگاه کاملا به رو باشه. خوبه. دست به سمت رو. شست رو هم بگیرید. پشت دست. دست بعدی. پشت سر. دست رو به رو. شست رو هم نگه داریم. پشت دست. عالی. خسته نباشید. امیدوارم که لذت برده باشید. اگر این ویدیو کمکتون کرد خوشحال میشم که حمایت بکنید. نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید، لایک بکنید و برای دوستاتون که فکر میکنید این ویدیو براشون مناسبه برای اونا هم بفرستید. تا ویدیوی بعدی، فعلا.